حریفش احمد میرزاپور. احمد میرزاپور پهلوان چوخ کار سازی به قلای بسیار خوب اجرا میکنه. حریفش هم مصطفی تقانی، مردی که در مسابقات جام یارگین مدال برنز گرفته در مسابقات قهرمانی کشور. چون هر دو پهلوان شدن مرشد گل کشتی رو میخونه و اجازه میخوام سکوت کنم تا اشعار زیبای مرشد رو، آقای حججی مرشد یزدی رو با هم بشنویم. جوانان را قدرت رب المشرقین و رب المغربین و به ای آلاء رب کما تکذبان. دم مرشد یزدی هم گرم. علیرضا حجتی مرشد یزدی ما واقعا همه رو به فیض اکمل رسوندن. آیین کشتی پهلوانی است، بخشی از فرهنگ کشتی پهلوانی است. پهلوان احمد میرزاپور از دیار چناران و در مقابل مصطفی تقانی جلوه از دیار تایبا در مقابل همدیگه قرار گرفتن. احمد میرزاپور زمینی که قهرمان جام جهانی کشتی در لرستان شد حدود 10 سال قبل، در مسابقات 1992 هم پهلوان کشور شده، 1401 هم پهلوان کشور شده و حریفش 1402 پهلوان کشور شده. حالا میره برای جو فن لنگ یک لحظه به نمار جو فن لنگ هست، سعی میکنه فن لنگ رو به اجرا بذاره. بازم در سرشاخ یه فینال زودرس، هر کشتی برنده بشه به فینال راه پیدا میکنه. آقای طاهرخانی داور وسط اهل استان قزوین، تاکستان قزوین، این مبارزه حساس رو قضاوت میکنه. دو کشتیگیر کاملا حرکات همدیگر رو زیر نظر دارن. در 1401 میرزاپور موفق شد تقانی رو شکست بده، پهلوان کشور شد. 1402 تقانی در تهران موفق شد این کشتی رو شکست بده. حالا دو خراسانی در مقابل همدیگه قرار گرفتن و مال و یاد پهلوان اکبر خراسانی، پهلوان احمد وفادار، پهلوان سختری برای زیر اقدام میکنه. پهلوان شورورزی، پهلوان امین رشید امیر، پهلوان حمید قشنگ، پهلوان عبدالرزاق کارگر، پهلوان منصور آبدیان، پهلوانانی که از دیار خراسان پهلوان کشور شدند. 17 بار پهلوانان خراسانی در کشتی پهلوانی پهلوان کشور شدند و حالا دو خراسانی در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. احمد میرزاپور پای حریف خودش تقانی رو توش خارج میکنه و اولین امتیاز از اون میگیره. 4 دقیقه و 17 ثانیه وقت باقی مونده. دو پهلوان همچنان در تلاش هستن. حالا میرزاپور پیش قبض و مال خود میکنه با دستان پرتوانی که داره و سعی میکنه که پای حریفات توش خارج کنه. تقانی هم ایده کار رو نمیده. میرزاپور پهلوان 1192 و 1401 در مقابل پهلوان 1402 در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. فن و بند کشتی هم دیگه کاملا میدونن، هر دو خراسانی هستن و میرزاپور در گودهای معتبر کشتی با چوخم پهلوان شده، قهرمان شده. تو تقانی هم یک کشتیگیر با استعداد هست. حالا
ببینیم کدام کشتیگیری میتونه بازوبند پهلوانی رو، البته اینجا به فینال راه پیدا میکنه. حریف بعدازش خارجی است که از ساعت 4:30 از شبکه 3 برنامه دایره طلایی در خدمتتون خواهیم بود. میره برای یک لحظه کنده کشی، صدر کنده حریفو بالا بیاره و از اونجا به دنبال کنده کشی از هیچ کارو نمیداره، یه لحظه خاک میکنه و موفق میشه 2 امتیاز بگیره. چیزی که نمونده کنده رو بالا آورده و تمام بود کار. داور میتونه سرپا بده. خب نگاه دیگه به ساعت. حالا در وقت دوم تقانی جوانتر هست. ببینیم که در وقت دوم دو پهلوان خراسانی چه خواهند کرد در مقابل همدیگه. یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودشو، یک بار دیگه قوس میکنه و سعی میکنه شرایطو برای فنون خودش مهیا کنه. 3 بر 0 تا این دسته به نفع احمد میرزاپور، پهلوان گودهای با چوخه گود چشمه زینلخان و شیرکوه و امام مرشد و آبا نظر و دیگر گودهای معتبر خراسان و قهرمان جام جهانی کشتی پهلوانی در خرم‌آباد لرستان در مقابل تقانی نفر سوم جام یارگین و پهلوان کشور در 1402. حرکات همدیگر کاملا زیر نظر دارند و کشتیگیر و فن و بند همدیگر کاملا میدونن. آیت آرخانی کاملا به کشتی نظارت داره و سعی میکنه که تقانی 3 امتیاز اختلاف داره و کارش این مقدار سخت است. اگه یه خاکم بکنه باز هم 3-2 میشه کشتیگیر. میرزاپور چیز کارو نمیده. احمدی میرزاپور کشتیگیر توانمند، کار کشته و فن و بند کشتی رو کاملا میدونه. یک بار دیگه نگاه در نگاه هم دیگه دارن. 1 دقیقه و 30 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده. بعد از اتمام این کشتی از بینندگان عزیز شبکه ورزش خداحافظی میکنیم. ساعت 4:30 از شبکه 3 درده بندی و فینال ها رو در خدمتتون خواهیم بود. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران میرسیم. از همه عزیزان و بینندگان عزیز التماس دعا داریم. میپرسیم به ادامه کار. حالا یک بار دیگه تقانی رو توش خارج میکنه میرزاپور و 1 امتیاز دیگه میگیره تا اختلاف امتیازات خودشو بیشتر و بیشتر کنه. کار مصطفی تقانی سخت و دشوار میشه. پهلوان کشور در 2 هفته قبل در تهران به نفر سوم کشور حالا داره کشتی رو واگذار میکنه. اینه که کشتی رو نداره و درسته که منطق داره اما حساب کتاب تو کارش نیست. 2 هفته قبل تقانی برده میرزاپور سعی میکنه پای میرزاپور رو تو خارج کنه که با یه چرخش میرزاپور، احمد میرزاپور پهلوان چنارانی این کار به پهلوان طایباتی نمیده. داور وسط به دو کشتی تذکر میده. 27 ثانیه فرصت داره تقانی. اینجا پای حریف خودش تو خارج میکنه و 1 امتیاز میگیره. 1 امتیاز میگیره. خب بازم در سرشاخ حالا اون 20 ثانیه شروع میکنه مصطفی تقانی، پهلوان طایباتی و میرزاپور هم پیش قبض با 2 دست میگیره تا کارو رو خنثی کنه. فناوند کشتی رو کاملا میدونه. حالا یه قوس میکنه. 7 ثانیه وقت باقی مونده. الان میره برای اجرا فنون خودش که یک بار دیگه پای رو خارج میکنه و موفق میشه 1 امتیاز دیگه تقانی بگیره. اما 4 ثانیه و 4 ثانیه وقت باقی مونده. 4 بر 1 احمد میرزاپور پهلوان چنارانی پیش است. یک بار دیگه اخطار و امتیاز و حالا میتونه پیشقرض و پیشکاسه رو بگیره. این مهمه. اختیاری که دادن ببینیم که بله اینجا تو این 2 ثانیه بسیار مهم است. با سود بزنه 2 ثانیه. خب آقا باید نگه بله آقای امامی میگه که باید نگه دارن و آقای امامی ببینیم که خب دیگه وقت به اتمام میرسه. پای تقانی حتیش خارج میشه. 1 امتیاز دیگه داوران در نظر میگیرن که 5 بر 3 میشه کشتی. 5 بر 3 و اینجا باز هم در تلاش هست این که بتونه وقت به اتمام میرسه. 5 بر 3 در یک کشتی حساس نفسگیر موفق میشه پهلوان احمد میرزاپور هم ثانیه خودش پروان مصطفی تقانی رو شکست بده.
6 دقیقه با هم مبارزه میکنن. بیرون از دوشک رفیق هستن، روی دوشک رقیب، بیرون از دوشک رفیق. داور وسط دست پهلوان احمد میرزاپور، دلاور کنارین بالا میبره.